به نام خدا. دوستان سلام، به کانال نانسی خوش اومدید. خوشحالم که باز با یه آموزش دیگه همراه شما هستم. همینطور قولشو داده بودم، آموزش امروزمون بافت این لباس زیبای طرح پر طاووس هست. یک لباس شیک و زیبا با بافتی بسیار ساده. لطفاً از ابتدای آموزش با من همراه باشید، نکته های کلیدی رو ببینید و بشنوید تا حین بافت با مشکل مواجه نشید. میخوام توضیحاتی در مورد لباس و همین اول آموزش برای شما بگم. لطفاً آموزش را لایک کنید و برای اینکه دوستان بیشتری بتونن از آموزش استفاده کنن ویدیوها رو برای دوستانتون هم ارسالش کنید. من هم قول میدم توی هر آموزش بهترین و بروزترین آموزش ها رو برای شما آموزش بذارم. خب ابتدا در مورد اینکه از چه نخی استفاده کنیم. برای بافت این لباس بهتره از نخهای ظریف مثل آلیز گلد استفاده کنید که طرح بافت شما روی لباس به خوبی دیده بشه. چون من این لباس برای آموزش بود و بار اولم بود که این آموزش رو میبافتم، از نخ ایرانی استفاده کردم، نخ دولایه بهاران. ببینید طرحش هم خیلی قشنگ روی بافت مشخص شده. این نخ دولایه بهاران هست. شما از نخهای با کیفیت تر مثل آلیز گلد یا یارن آرت گلد، نخهای مرسریزه، نخهای ابریشم، اینها نخهای خوبی هستند که برای بافت این لباس میتونید ازش استفاده کنید. خب این نکته اول بود. نکته دوم در مورد این لباس، در مورد سایزی که باید شما ببافین، باید حتما اندازه های لباس رو داشته باشین. برای اینکه بتونید یه لباس رو توی یه سایز ببافین احتیاج دارین شما به اندازه دور سینه، قد لباستون و همچنین گشادی حلقه آستینتون. برای بافت این لباس ما ابتدا به اندازه دور سینه زنجیره ها یا شکوفه های ابتدایی رو میزنیم. ابتدا یقه لباس رو تکمیلش میکنیم و بعد پایین تنه لباس رو میبافیم. خب گشادی حلقه آستین برای اشخاص بزرگسال نسبت به جثه‌شون یک عددی بین 17 تا 23 در نظر میگیریم. دور سینه که برای هر شخصی نسبت به شخص دیگه متفاوت هست. حالا بعضی از دوستان میگن که این زنجیره های ابتدایی رو برای ما بگین. یه نکته مهم در مورد زنجیره های ابتدایی یا شکوفه های ابتدایی این لباس هست. توجه کنید اینجا خیلی مهمه. شما اون شکوفه های ابتدایی رو که برای بافت این لباس میبافین حتما باید عددی زوج باشه. وقتی تقسیم بر 2 میکنیم باز هم باید جوابش عدد زوج باشه. مثلا 80 که تقسیم بر 2 میشه 40. اگر این عدد شما زوج نباشه، زمانی که میخواین آستین لباس رو جدا کنید اونجا با مشکل مواجه بشین. بنابراین حتما شما به اندازه دور سینه شکوفه های ابتدایی رو بزنید، اما عدد شما باید عددی زوج باشه که تقسیم بر 2 که کنیم باز هم جوابش عددی زوج باشه. خب بعضی از دوستان میگن که حتما اندازه ها و شکوفه های ابتدایی رو بگم. من برای سایز متوسط، برای سایز کوچیک نسبت به نخ، یعنی همین نخ دولایه بهاران که بافتم، برای سایز کوچیک 56 تا شکوفه های ابتدایی زدم، برای متوسط 60 تا و برای سایز بزرگ 88 تا. ببینید نسبت به این نخ من میگم 88 تا از اون شکوفه های ابتدایی رو زدم. شما نسبت به نخی که میخوایم بافت رو انجام بدین به اندازه دور سینه زنجیره های ابتداییتون رو میزنید و باز هم تاکید میکنم زنجیره های ابتدایی شما باید عددی زوج باشه که تقسیم بر 2 کنیم باز هم جوابش عدد زوج باشه. خب این در مورد این تعداد زنجیره های ابتداییمون بود. اگر که حین بافت با مشکل مواجه شدین برام کامنت بذارین، با کمال میل پاسخگوی سوالات شما هستم. ممنون میشم ویدیو رو هم لایک کنید و برای دوستانتون هم ارسال کنید. خب بریم سراغ آموزش. دیگه حرف خاصی نیست. اگر که گفتن که مشکلی داشتین، سوال خاصی داشتین، حتما برام کامنت بذارید. خب من اینجا از نخ یه خورده ضخیم هست استفاده کردم چون میخواستم بافتش به خوبی برای شما مشخص باشه.
یک نخ با ضخامت متوسط هست، نخ ویولت از شرکت اوزای که من میخوام با این نخ و قلاب شماره 2.5. خب شما نسبت به اندازه دور سینه اون زنجیره های ابتداییتون رو میزنین. حالا اون اعدادی که من گفتم میخواین حالا انتخاب کنین ببافین، یا اینکه خودتون اندازه دور سینه رو، اون شکوفه های ابتدایی رو به اندازه دور سینه بزنین. برای شروع کارم ابتدا نخ و محکم میکنم به روی قلاب و 4 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 و 4. از زنجیره ابتدایی 1 بست میزنم به این شکل. الان یه حلقه داریم. کارم رو با 3 تا زنجیره شروع میکنم که این 3 تا زنجیره 1 پایه بلند هست و 2 تا پایه بلند دیگه کنارش. 1 و 2. 2 تا زنجیره به عنوان فاصله و باز 3 تا پایه بلند دیگه میبافم و 3. خب این اولین شکوفه بافت ما هست. 4 تا زنجیره میزنم به این شکل، بافت رو برمیگردونم و از وسط شکوفه قبلی این وسط ببینید 3 تا پایه بلند میزنم. 2 تا زنجیره و باز 3 تا پایه بلند دیگه و 3. این شکوفه دوم هست. باز 4 تا زنجیره میزنم، بافت رو باز برمیگردونم و این بافت رو باز تکرار میکنم. 3 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و 3 تا پایه بلند دیگه. باز 4 تا زنجیره میزنم، بافت رو برمیگردونم. این قسمت 3 تا زنجیره زدم دوستان، اشتباه شد. باید حتما 4 تا زنجیره بزنید و باز یک شکوفه دیگه این قسمت میبافم. خب گفتن که این شکوفه های ابتدایی یا همین پایه های ابتدایی باید به اندازه دور سینه باشه، اما تعدادشون عدد زوج باشه. به این شکل شما بافت ادامه میدین تا به اندازه دور سینه برسین، یا اینکه اون اعدادی که من ابتدا گفتم برای سایز کوچیک، متوسط یا بزرگ، شما اون تعداد این شکوفه ها رو برای شروع کارتون میزنید. اما حتما باید شکوفه های شما عددی زوج باشه که تقسیم بر 2 کردیم، باز هم جوابش عددی زوج باشه. خب شما این نوار دور سینه رو ببافین. خب بعد از اینکه اون نوار دور سینه رو بر اساس سایز خودتون بافتین، ببینید این روی باف بین شکوفه ها این حلقه های هم قسمت بالا داریم هم قسمت پایین. حالا باید این نوار رو به هم دیگه بست بزنی که ما ابتدا یقه لباس رو میبافیم و بعد میایم پایین تنه لباس رو میبافیم. خب ابتدا باید این نوار رو به هم دیگه بست بزنیم، یعنی این پایه ابتدایی رو به پایه انتهایی بست بزنیم. این پایه آخری من قسمت اولش رو بافتم و اول میخوام بست رو بزنم و بعد قسمت دومش رو ببافم که این نوار ما به هم دیگه بست بخوره و شکوفه های ما هم کامل بشه. دست میکشیم به روی نوار. البته من الان دارم یه سایز کوچیک میبافم، شما بر اساس سایز خودتون گفتن که این شکوفه ها رو میبافین. خب ابتدا ببینید این شکوفه آخر 4 تا زنجیره که زدم 3 تا پایه‌شو رو بافتم، اول بست رو میزنم و بعد قسمت دوم شکوفه رو تکمیلش میکنم. این قسمت ببینید این پایین شکوفه اول نخو رد میکنم که این قسمت بست بخوره به این شکل. 1 زنجیره میزنم و الان برمیگردم و قسمت دوم شکوفه آخر هم تکمیلش میکنم. 3 تا پایه رو میبافم. 1 2 و این هم پایه سوم به این شکل.
هم نوار ما به هم دیگه بست میخوره و همین که شکوفه آخر تکمیل میشه. حالا ببینید بین این بافت ها هر کدوم یه حلقه ای هست. بین پایه انتهایی و ابتدایی هم باید از این حلقه ها باشه. بنابراین این قسمت 4 تا زنجیره رو میزنم، 1 2 3 و 4. برمیگردم و روی این شکوفه ابتدایی ببینید این 3 زنجیره ابتدا، این قسمت یک بست میزنم که این حلقه های بین شکوفه ابتدا و انتهایی هم بافتش کامل بشه به این شکل. خب اول ما میخوایم یقه لباس رو کاملش کنیم. حالا شما فکر کنید مثلا شما اون تعداد پایه های دور سینه را زدین و الان میخوایم یقه لباس رو ببافیم. خب بافت رو انتقال میدیم به این اولین حلقه. ببینید این قسمت انتقال میدم نخو به این قسمت و الان بافت ما از درون این حلقه های بین بافت شکوفمون میبافیم و به طرف بالا که یقه لباس ما شکل بگیره. ابتدا 3 تا زنجیره میزنم و توی این حلقه اول یه بافت صدفی میبافم، 1 و 2. 3 تا زنجیره اول یک پایه حساب میشه، 2 تا پایه بلند کنارش بافتم، 2 تا زنجیره میزنم و با 3 تا پایه بلند دیگه، 1 2 و 3 به این شکل. خب بعد میریم توی حلقه بعدی. توی حلقه بعدی هم این بافت صدفی رو تکرار میکنیم، یعنی 3 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و با 3 تا پایه بلند. رج اول تا انتها این بافت صدفی ها رو توی تمام این حلقه ها بافتش تکرار میکنیم تا برسیم به انتها. به انتهای رج که رسیدیم روی پایه اول بست میزنیم. ببینید یک رج رو بافتم توی تمام این حلقه ها. از این بافتای صدفی با پایه های ستایی بافتم. خب بافت انتقال میدیم به وسط این صدفی، بست میزنم، بافت انتقال میدم به وسط بافت صدفی. چون ما میخوایم از قسمت سینه به طرف یقه لباس رو کاملش کنیم، توی هر رج که این بافت رو انجام میدیم از تعداد پایه های ما کم میشه، یعنی میخوایم لباس ما تنگتر بشه که این یقه لباس ما شکل بگیره. حالا توی رج اول 3 تا پایه بلند زدیم، 2 تا زنجیره و 3 تا پایه بلند. توی این رج ما یک پایه از تعداد پایه هامون کم میکنیم، یعنی 2 تا پایه بلند میزنیم، 3 تا زنجیره که یک پایه بلند حساب میشه، یک پایه بلند کنارش. الان 2 تا پایه بلند داریم، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند دیگه. بافت صدفیمون با پایه های 2 تایی میبافیم به این شکل. باز میریم روی صدفی بعدی و این بافت رو تکرارش میکنیم، 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و باز 2 تا پایه بلند دیگه، 1 و 2 به این شکل. ببینید از تعداد پایه های ما کم شد. این رجم این پایه های صدفی میبافیم تا برسیم به انتها. به انتها که رسیدیم باز روی پایه اول بست میزنیم، باز بافت و انتقال میدیم به این وسط و الان باز توی این رج باز باید از تعداد پایه ها کم بشه. توی این رج ما از تعداد زنجیره ها کم میکنیم، یعنی بین این پایه صدفی ما 2 تا زنجیره میزدیم، 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره، 2 تا پایه بلند. الان 3 تا زنجیره که یک پایه بلند هست، یک پایه بلند دیگه کنارش. الان یک زنجیره میزنیم، فاصله بینش یک زنجیره. یک زنجیره از تعداد زنجیره هامون کم میکنیم که این یک زنجیره هم یک پایه حساب میشه، چون میخوایم یقه لباس ما تنگتر بشه. 2 تا پایه بلند، یک زنجیره و باز 2 تا پایه بلند دیگه. میریم روی شکوفه بعدی. توی این قسمت این کار رو تکرار میکنیم، 2 تا پایه بلند، یک زنجیره و 2 تا پایه بلند دیگه، 1 و 2. روی تمام شکوفه ها ببینید، روی تمام شکوفه ها باز این بافت رو انجام میدیم تا باز برسیم به انتها و رج بعدی رو شروع کنیم.
خب این رج هم بافتیم. ببینید به این صورت این رج هم بافته شد. باز گفتن که دوستان من دارم روی یک مدل کوچیک این یقه لباس رو برای شما توضیح میدم. قسمت پایین‌تنه روی مدل اصلی، چون یه خورده زمان بر بود من به خاطر همین روی یک مدل کوچیک دارم برای شما توضیح میدم. خب برای رج بعدی باز باید از تعداد پایه هامون کم بشه. بافت رو انتقال میدم به این قسمت. توی این رج دیگه بین پایه ها هیچ زنجیره‌ای نمیزنیم، بنابراین وسط این بافتای صدفیمون 4 تا پایه بلند میزنیم. از زنجیره ها دیگه کم شد، دیگه زنجیره نیست. ببینید 4 تا پایه بلند، چون ما میخوایم یقه لباس از تعداد پایه ها کم بشه و یقه لباس ما تنگتر. به این شکل بین هر کدوم از بافت های شکوفه 4 تا پایه بلند میزنیم تا انتها. خب این رجم تا انتها بافته شد. باز روی پایه اول بست میزنم. به این شکل با 3 تا زنجیره بافت شروع میکنم. توی این رج روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافم. ببینید روی سر پایه ها شروع میکنم به زدن پایه بلند. به این شکل ببینید ما از بافت، ببینید این حلقه دور سینه هست، این بافت صدفی با پایه های ستایی 2 تا زنجیره بینشون، این قسمت پایه صدفی با پایه های دوتایی 2 تا زنجیره بینشون. رج بعدی پایه های صدفی با پایه های دوتایی 1 زنجیره بینشون. توی این رج ما بین پایه ها هیچ زنجیره نزدیم و این رج هم روی سر هر کدوم از پایه ها 1 پایه بلند میزنیم. ببینید روی مدل اصلی یقه لباس ما به این شکل میشه. ببینید از قسمت سینه ما داشتیم یقه رو میبافتیم، توی هر رج از تعداد پایه ها کم میکردیم که این یقه لباس تعداد پایه هاش کم بشه، تنگتر بشه و یقه لباس ما شکل بگیره. حالا اگر توی این رج آخر که بافتیم، ببینید روی هر کدوم از پایه ها 1 پایه بلند زدم. اگر باز هم دیدین یقه لباس شما گشاد هست، میتونید یک رج دیگه 5 تا پایه کوتاه ببافین، یکی از پایه ها رو رها کنین و دوباره 5 تا پایه کوتاه ببافین. اگر گفتن که یقه لباس شما گشاد باشه و بخواین تنگ ترش کنید، توی هر رج از تعداد پایه ها کم میشه که این یقه لباس ما شکل بگیره. برای من همین تعداد کافی بود، یعنی این رج آخر روی سر هر کدوم از پایه ها که زدم برای من کافی بود و یقه لباس من شکل گرفت. بنابراین من رج پایه کوتاه ها رو نبافتم. خب بعد از اینکه این یقه لباس قسمت بالای لباس ما کامل شد، توی این قسمت دیگه نخ و کات میکنیم و میایم که قسمت پایین، یعنی بعد از این نوار دور سینه قسمت پایین لباس رو ببافیم. خب ببینید من رج آخر رو روی هر کدوم از این پایه ها 1 پایه بلند رو زدم. به انتها که رسیدم توی این قسمت 1 زنجیره بست رو میزنم، 1 زنجیره و نخ این قسمت کات میکنم. حالا گفتن که این یک نمونه کوچیک هست، من میبافم بهتون نشون میدم که ببینید چجوری از این قسمت که اومدم بالا از تعداد پایه ها کم شد و این قسمت یقه لباس ما یعنی شکل گرفته. این یک مدل کوچیک هست. خب بعد از اینکه یقه رو کاملش کردین، نخ و بست میزنین به قسمت پایین، این حلقه های بین شکوفه و این قسمت. الان میخوایم پایین تنه لباس رو ببافیم. این قسمت نخ و بست میزنم 3 تا زنجیره که 1 پایه بلند حساب میشه و 3 تا پایه بلند دیگه کنارش میبافم. 2 تا زنجیره و باز 3 تا پایه بلند دیگه. خب ما از قسمت سینه میخوایم به قسمت پایین یعنی پایین تنه لباس رو ببافیم. توی هر رج ما باید به تعداد پایه هامون اضافه کنیم که قسمت پایین تنه لباس گشاد بشه. حالا این اولین رجی رو که من بافتم، این قسمت بین این بافت های صدفیمون 1 زنجیره میزنم و میرم توی حلقه بعدی و حلقه بعدی این کار رو تکرار میکنم.
2 و 3. 2 تا زنجیره و 3 تا پای بلند دیگه و 3. 1 زنجیره و این بافت رو تا انتها تکرارش میکنم. به انتها که رسیدم روی پایه اول بست میزنم، شبیه اون قسمتی که ما داشتیم یقه لباس رو میبافتیم. توی یقه لباس از تعداد پایه ها کم میکردیم، قسمت پایین تنه لباس به تعداد پایه هامون اضافه میکنیم. خب این قسمت ما 3 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و 3 تا پایه بلند داریم. توی این رج من 4 تا پایه بلند میزنم. گفتم باید به تعداد پایه هامون اضافه بشه. 2 تا زنجیره و 4 تا پایه بلند دیگه. یعنی بافت صدفی ما توی هر قسمتش 4 تا پایه داره به این شکل و این رجم تا انتها میبافیم. روی پایه اول بست میزنیم و رج بعدی رو دوباره شروع میکنیم. توی رج بعدی ما تعداد پایه هامون رو به 5 تا میرسونیم، یعنی 5 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و 5 تا پایه بلند. رج بعدیش هم به همین صورت 5 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و 5 تا پایه بلند. حالا روی مدل اصلی من برای شما توضیح میدم که اینجا زیاد وقت ما گرفته نشه. ببینید توی یک رج، این رجی هست که دور سینه هست. این پایه های 3 تایی میزنیم، پایه های 4 تایی و پایه های 5 تایی. اگر شما دوست داشتید یک رج دیگه هم پایه های 5 تایی میبافین که این بالاتنه لباس شما بلندتر بشه. خب شما این رج های قسمت یقه را ببافین تا برسیم به این قسمت پایین تر. خب ببینید من بعد از این نوار دور سینه 1 2 3 رج دیگه بافتم از این بافتای صدفی. رج اول پایه های 3 تایی، رج دوم پایه های 4 تایی و رج آخر پایه های 5 تایی رو بافتم. خب الان ببینید این یقه لباس ما به این زیبایی شکل گرفته. برای ادامه بافتمون این قسمت روی پایه آخر که بست زدیم به این شکل، این قسمت 7 تا زنجیره میزنیم. 3 4 5 6 و 7. این 7 تا زنجیره را ببینید به این فاصله بین پایه های صدفی بست میزنیم. باز 1 2 3 4 5 6 7 و الان به وسط این صدفی با پایه کوتاه بست میزنیم و این کار رو تکرار میکنیم. 7 تا زنجیره میزنیم و باز توی این قسمت با پایه کوتاه بست میزنیم تا انتها این رج و این حلقه ها میبافیم. خب ببینید من یک رج کامل از این زنجیره ها و حلقه های روی بافت رو انجامش دادم. رسیدم به ابتدای رج. توی این قسمت باید روی این زنجیره های اول توی این قسمت بست بزنم. ما توی هر قسمت این زنجیره ها تشکیل شده از 7 تا زنجیره. ابتدا این قسمت 4 تا زنجیره میزنیم، نخو میندازم پشت قلاب چون میخوام این قسمت علاوه بر این که نخ ما اینجا بست میخوره، این حلقه ما بیفته وسط این زنجیره ها و بافت رو از وسط زنجیره های بعدی شروع کنم. بنابراین اینجا این قسمت 4 تا زنجیره که زدم روی پایه اول یک پایه بلند میبافم به این شکل. ببینید زنجیره ها هم کامل میشه و این نخ من بیفته دقیق وسط این زنجیره ها. حالا برای اینکه رج و این قسمت گم نکنیم برای رج بعد، این قسمت با مارکر یا با نخ رنگ دیگه این قسمت یک علامت میذاریم. من با نخ رنگی این قسمت یک علامت میذارم. ببینید این قسمت، این پایه بلند رو که بافتیم روی سر این پایه بلند اینجا علامت میزنم برای اینکه رج بعد بدونن که ابتدای بافت من کجاست. به این شکل، به این شکل. خب باز این قسمت باید یک رج دیگه ما این حلقه ها رو ببافیم. باز 7 زنجیره میزنم و توی حلقه بعدی با پایه کوتاه بستش میکنم به این شکل. 2 3 4 5 6 و 7 باز توی حلقه بعدی و این کار رو باز تا انتها
تکرارش میکنم. خب بعد از اینکه این رج دوم حلقه ها رو بافتیم، به انتهای رج که رسیدیم، این قسمت باز 4 تا زنجیره میزنم، نخ رو میندازم پشت قلاب و توی این قسمتی که من با نخ مشخص کردم، توی این قسمت یک پایه بلند میبافم به این شکل. خب الان 2 رج ما این حلقه های روی لباس رو بافتیم. برای شروع رج بعدی توی همین قسمت، ببینید این قسمت 5 تا پایه بلند میزنم ابتدای رج، 5 تا پایه بلند میزنم، 2 3 4 و 5. پنج تا پایه بلند رو که زدم، توی این حلقه بعدی با پایه کوتاه بستش میکنم. 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم توی حلقه بعدی پایه کوتاه. 1 2 3 4 5 تا توی حلقه بعدی باز پایه کوتاه. 1 2 3 4 5 تا زنجیره باز توی حلقه بعدی پایه کوتاه. ببینید ابتدای رج با 5 تا پایه بلند شروع شد، یک بافت صدفی هست و 3 تا حلقه که با زنجیره های 5 تایی 1 2 3 و الان توی این قسمت باز روی این پایه کوتاه رج قبل یک بافت صدفی. 1 2 3 4 و 5 به این شکل و این کار رو تکرار میکنیم. پایه بعدی، زنجیره بعدی پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 تا زنجیره، حلقه بعدی پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 حلقه بعدی پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 باز حلقه بعدی پایه کوتاه. ببینید باز 3 تا از این حلقه ها ما داریم و باز توی این قسمت روی این پایه کوتاهمون 5 تا پایه بلند یا یک بافت صدفی می بافیم شبیه این قسمت و این بافت رو تا انتها تکرارش می کنیم. خب این رجم تا انتها بافتم. این قسمت به انتهای رج که رسیدم، 5 تا زنجیره آخر که زدم روی پایه اول 1 2 3 4 5 روی این پایه اولش این قسمت بست میزنم. این قسمت ابتدای رج ما هست. خب برای شروع رج بعدی این قسمتی که بست زدم 3 تا زنجیره میزنم، 2 3 یک پایه بلند حساب میشه و همین قسمت کنارش 4 تا پایه بلند دیگه هم میبافم و 4. ببینید یک بافت صدفی روی پایه اول صدفی رج قبل. خب ما این صدفی 5 تا پایه داریم، 1 2 3 روی پایه سومش ببینید بالای پایه یک پایه کوتاه میزنم به این شکل. باز روی پایه آخر این گوشه باز یک بافت صدفی می بافم، 5 تا پایه بلند، یعنی 2 3 4 و 5 به این شکل. پایه صدفی رو که بافتم توی حلقه بعدی یک پایه کوتاه می بافم به این شکل. الان 3 تا زنجیره میزنم و توی حلقه بعدی 5 تا پایه بلند، 1 2 3 4 و 5 1 2 3 3 تا زنجیره میزنم و توی حلقه بعدی پایه کوتاه به این شکل
و این کار رو تکرار میکنم. روی این پایه صدفی، روی پایه اولش یک صدفی دیگه میبافم، 2 3 4 5 و روی پایه سوم پایه صدفی رج قبل پایه کوتاه به این شکل و الان روی پایه آخر هم باز یک بافت صدفی، 3 4 و 5. یه حلقه بعدی پایه کوتاه 3 تا زنجیره، حلقه بعدی 5 تا پایه بلند، 1 2 3 4 و 5، 3 تا زنجیره، حلقه بعدی پایه کوتاه و باز میرسیم به بافت صدفی که این بافت رو باید تکرار کنیم. ببینید به این شکل تا انتها این بافت رو تکرار میکنیم. خب این رج هم تا انتها بافتم. ببینید تا انتها این رج رو بافتم. به انتهای رج که رسیدم روی پایه اول بست میزنم به این شکل. خب الان این پایه صدفی ما بافت رو انتقال میدیم روی پایه سوم. 2 تا بست میزنم که برسیم روی پایه سوم به این شکل و این قسمت یک زنجیره میزنم، یک پایه کوتاه این قسمت میبافم. خب بین این صدفی و این صدفی این قسمت روی پایه کوتاه این قسمت یک پایه صدفی میبافم، 1 2 3 4 و 5 و روی پایه سوم پایه صدفی بعدی پایه کوتاه بستش میزنم به این شکل. ببینید الان این قسمت 4 تا پایه صدفی داریم. 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3. حالا میرسیم به این 5 تا زنجیره روی این بین پایه اول و دوم روی این قسمت 3 تا پایه بلند میزنم، 1 2 و 3 به این شکل. فاصله بینش 3 تا زنجیره و باز این قسمت بین پایه یکی مونده به آخر و پایه آخری این قسمت باز 3 تا پایه بلند به این شکل. این قسمت 3 تا زنجیره میزنم و روی پایه سوم از پایه صدفی پایه کوتاه و این وسط روی این پایه کوتاه وسط یک پایه صدفی، 1 2 3 4 و 5 و روی پایه سوم پایه صدفی رج بعدی یک پایه کوتاه میبافم، 3 تا زنجیره و این بافت رو تکرار میکنم. این قسمت 3 تا پایه بلند، 3 تا زنجیره و این قسمت هم 3 تا پایه بلند، 1 2 3 تا زنجیره میزنم و این قسمت بافت رو تکرارش میکنم. ببینید این رج به این شکل میافته و تا انتها این رج رو تکرارش میکنیم. خب این رجم تا انتها بافتم. به انتهای رج که رسیدم این قسمت روی پایه اول که این قسمت هست بست میزنم. خب برای رج بعدی بافت ما باید از روی سر این پایه صدفی این پایه وسط شروع بشه. بنابراین اینجا 2 تا بست میزنم، بافت رو انتقال میدم به وسط این پایه صدفی، یک زنجیره و اینجا یک پایه کوتاه میبافم به این شکل، 3 تا زنجیره میزنم. این قسمت روی پایه سوم از این بافت 5 تا پایه بلند میبافم، 1 2 3
4 و 5 به این شکل. 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم این قسمت پای کوتاه، باز 1 2 3 4 5 تا زنجیره و این بافت رو این قسمت هم تکرار میکنم. روی پایه وسط 5 تا پایه بلند میزنم، 2 و 3 و این هم پایه پنجم. 1 2 3 3 تا زنجیره میزنم و توی این قسمت باز روی پایه سوم از این قسمت یک پایه کوتاه میبافم. باز بافت رو تکرار میکنم، 3 تا زنجیره میزنم و این قسمت باز روی این پایه 5 تا پایه بلند، یعنی شبیه این قسمت این بافت رو برای این قسمت و تا انتها بافت تکرار میشه. خب تا انتها بافتم، ببینید این قسمت ها، ببینید بافت ما به این شکل شده. خب به انتهای رچ که رسیدیم، این قسمت 3 تا زنجیره رو میزنم. الان روی این پایه کوتاه ببینید این قسمت بست میزنم به این شکل. خب برای شروع رچ بعد ما باید روی سر این پایه صدفیمون این قسمت باید یک پایه صدفی بزنم. 3 تا زنجیره میزنم و 4 تا پایه بلند کنارش که 5 تا پایه بلند داشته باشیم و این هم پایه آخر. ببینید اینجا یک پایه صدفی داریم ابتدای رچ. خب این قسمت یک زنجیره میزنم، ببینید اینجا روی این پایه صدفی 1 2 3 روی پایه سوم. این قسمت بچه ها همون بافتی هست که ما میخوایم اینجا طرح پرتوبوس رو بافتش انجام بدیم و الان این ابتدای اون رچ هست که داره بافت خودش رو باز میکنه. این پایه صدفی ها تا انتها که این قسمت طرح صدفی ما کامل بشه، این پایه صدفی ها این قسمت بافتش ثابت هست. روی پایه سوم 5 تا پایه بلند میزنیم، 3 4 و 5 به این شکل. ببینید خب این قسمت 1 2 3 تا زنجیره میزنم توی این حلقه پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم و این قسمت باز یک پایه کوتاه، 1 2 3 تا زنجیره و باز این وسط 5 تا پایه بلند میزنم، 1 2 3 4 و 5 یک زنجیره میزنیم و الان باز روی این پایه صدفی رو تکرارش میکنیم، 1 2 3 4 5 یک زنجیره میزنیم و بافت دیگه تکرار هست. این بین 5 تا پایه بلند رو میزنیم و تا انتها کار رو تکرار میکنیم. ببینید به این شکل هست. خب شما تا انتها ببافین. خب این رچم تا انتها بافتم به این شکل. به انتهای رچ رسیدم، توی این قسمت 5 تا پایه بلند رو میبافم، یک زنجیره و الان روی سومین زنجیره از پایه اول، ببینید این قسمت پایه اول هست ابتدای رچ که من علامت گذاری کردم، روی سومین زنجیره از پایه اول بست میزنیم. بافت انتقال میدم روی پایه بعدی به این شکل، 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم و روی پایه آخر هم یک پایه کوتاه به این شکل. روی بافت صدفیمون یک حلقه میفته به این شکل، یک زنجیره میزنم توی این قسمت. ببینید توی این قسمت این بافتای 5 تایی اینجا بافتش تکرار میشه. روی پایه وسط 5 تا پایه بلند رو میزنم، 1 2 3 4 و 5 تا پایه بلند که زدم یک زنجیره میزنیم، نخ و 2 بار میندازم پشت قلاب
ببینید توی این قسمت وسط، این حلقه وسط باید 9 تا پایه دوبل بزنیم. پایه دوبل 2 بار نخو میندازیم پشت قلاب و طی 3 مرحله بافته میشه. 1 2 و 3. 9 تا از این پایه ها رو میبافیم. 3 4 5 6 7 8 و پایه 9. یک زنجیره میزنیم. ببینید به این شکل. و توی این قسمت این بافت های 5 تایی تکرار میشه. 1 2 3 4 و 5. یک زنجیره اینجا ببینید توی این قسمت روی سر این صدفی ما پایه اول یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 تا زنجیره و روی پایه آخر هم بست میشه به این شکل. یک زنجیره میزنیم و بافت و این قسمت تکرارش میکنیم. این قسمت پایه های 5 تایی و این وسط 9 تا پایه های دوبل، پایه های 5 تایی و بافت تا انتها به این شکل تکرار میشه. ببینید این رج تا انتها میبافیم. خب این رجم تا انتها بافتم. ببینید این قسمت 9 تا پایه دوبل زدم و تا انتها بافتم. به انتهای رج که رسیدم این قسمت 5 تا پایه بلند رو که زدم یک زنجیره میزنم و الان میخوام یه این قسمت اول بست بزنم. این قسمت ابتدای رج هست. توی این حلقه که روی بافت صدفی ما هست یک پایه کوتاه به این شکل یک زنجیره میزنم و الان رسیدیم به این قسمت. این پایه های 5 تایی این قسمت بافتش تکرار میشه. 2 3 4 و 5. الان رسیدیم به این 9 تا پایه دوبلمون. یک زنجیره اینجا میزنم، نخو میندازم پشت قلاب. روی 9 تا پایه بلند پایه دوبلمون هر کدوم یک پایه دوبل میزنیم. یک زنجیره به عنوان فاصله بینش و باز روی پایه بعدی کارو تکرار میکنیم. یک زنجیره و این 9 تا پایه رو به صورت پایه دوبل که بین هر کدومش هم یک زنجیره به عنوان فاصله هست تا انتها میبافیم. یک زنجیره، پایه بعدی، یک زنجیره، یک زنجیره و این هم پایه نهم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 تا پایه رو به صورت پایه های دوبل بافتیم که فاصله بینشون هر کدوم یک زنجیره هست. خب الان این قسمت این بافت تکرار میشه. پایه های 5 تایی رو این قسمت میبافیم. 3 4 5. یک زنجیره و الان باز رسیدیم به این قسمت. توی این فاصله یک پایه کوتاه میزنیم. یک زنجیره و بافت تکرار میشه. این قسمت پایه های 5 تایی بافتش میبافیم روی این 9 تا پایه دوبل هر کدوم یک پایه دوبل با یک زنجیره فاصله بینشون به این شکل و تا انتها این کار تکرار میشه. ببینید بافت پر طاووسی ما داره کم کم خودشو نشون میده. خب تا انتها ببافیم. خب من این رجم تا انتها بافتم. ببینید به این شکل. خب
خب الان توی رجی هستیم که ما باید آستین لباس رو جدا کنیم و تنه لباس رو ببافیم. توی این قسمت من این بافت های پریتووسی رو 16 تا روی بافتم دارم. ابتدا من این قسمت برای شما گفتن که عدد ما این نوار دور سینه باید عددی زوج باشه. حالا اینجا مشخص میشه زمانی که میخوایم آستین رو جدا کنیم، اگر این بافتای پریتووسی ما عددی فرد باشه، برای جدا کردن آستین برای ما سخت هست. بنابراین حتما باید این بافت های شما این طرح‌ها یک عدد زوج باشه. خب من گفتم که 16 تا از این طرح‌های پریتوووس روی لباسم دارم، با مارکر جاشون مشخص کردم. ببینید 4 تا برای هر کدوم از آستینا، 4 تا، 1 2 3 و 4 برای هر کدوم از آستینا 4 تا و 8 تا از این شکوفه ها یا این طرح‌های پریتوووس برای تنه لباس در نظر گرفتم. با مارکر هم جاشون رو مشخص کردن که توی این قسمت ما آستین رو جدا میکنیم، آستین رو این قسمت بافتش دیگه رها میکنیم، هیچ بافتی روش انجام نمیگیره و میایم تنه لباس رو ببافیم. خب برای شروع کارمون توی این قسمت، این رج که به انتهای رج رسیدیم، این قسمت خب این پایه آخر 5 تای آخر رو که زدیم روی این پایه کوتاه، ببینید توی این قسمت اینجا بستو میزنیم. ابتدای رج ما هست. خب برای شروع رج بعدی باید بافت ما از وسط این بافتای 5 تای ما شروع بشه. این قسمت 3 تا بست میزنم، بافت رو انتقال میدم به روی پایه سوم به این شکل و این قسمت یک زنجیره میزنم، یک پایه کوتاه نخو میندازم پشت قلاب و الان این قسمت پایه های دوبل ما روی پایه اول این قسمت 5 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5. روی پایه بعدی یک پایه کوتاه به این شکل، باز نخو میندازم پشت قلاب و روی پایه بعدی 5 تا پایه بلند. 2 3 4 و 5. پایه بعدی پایه کوتاه، باز پایه بعدی 5 تا پایه بلند، پایه بعدی پایه کوتاه و این کار رو تکرار میکنیم. روی پایه بعدی 5 تا پایه بلند، این قسمت پایه کوتاه و باز روی پایه آخر هم 5 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 3 4 و 5 به این شکل. ببینید 1 2 3 4 5 تا از این دسته های 5 تایی ما توی این قسمت داریم. خب توی این قسمت روی پایه سوم این قسمت وسط بافتمون یک پایه کوتاه میزنیم. حالا اینجا جایی که من گفتن که باید 4 تا از این شکوفه ها یا این طرح‌های تووسی رو برای آستین رها میکنم و میخوام آستین رو جدا کنم. این قسمت 5 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 و 1 2 3 و 4 تا از این گل ها رو رها میکنم برای آستین و توی قسمت بعدی این قسمت روی این طرح ششم یا شکوفه ششم، این قسمت روی پایه سوم یک پایه کوتاه میزنم. ببینید آستین جدا شد. این آستین لباس ما هست. خب توی این قسمت بافت تکرار میشه دیگه. روی این پایه اول 5 تا پایه بلند میزنم، پایه بعدی پایه کوتاه و پایه بعدی باز 5 تا پایه بلند.
و تا انتها این بافتو انجامش میدم. خب این قسمت پایه بلندا رو بافتم. 1 2 3 4 5 تا دسته باز این قسمت داریم. روی پایه سوم از این بافت پایه کوتاه میزنم. 1 2 3 4 باز 5 تا زنجیره و باز این قسمت روی پایه وسط یک پایه کوتاه میزنم به این شکل و باز این بافت رو این قسمت تکرارش میکنم شبیه این قسمت. وقتی که به این قسمت آستین رسیدیم، این آستین هم شبیه آستین اول 5 تا زنجیره میزنیم، 4 تا از این دسته های پر طاووسی رو رها میکنیم و بافت رو ادامه میدیم. میایم به قسمت تنه لباس تا اینکه برسیم باز به ابتدای رجمون. خب ببینید دوستان، من این رجم بافتم. روی یکی از پایه ها 5 تا پایه بلند زدم و روی پایه بعدی یک پایه کوتاه و دور تا دور لباس رو بافتم. توی این رج بود که من آستینا هم جاشون مشخص کردم، آستینا جدا شد دیگه. کاری به این قسمت آستینا نداریم. ما میخوایم ابتدا تنه لباس رو بافتش کامل کنیم و بعد از این اگر دوست داشتیم آستین ما بلند باشه، آستین رو ادامهش میبافیم که آستین هم بلندتر بشه. خب این رجن که بافته شد، گفتم ببینید بین هر کدوم از این طرح‌های پر طاووس، ببینید این طرح با این طرح فاصله بینشون 5 تا زنجیره هست. در واقع این 5 تا زنجیره ابتدای بافت پر طاووسیمون هست، یعنی این قسمت. ما میخوایم باز بافتو از این قسمت توی اینجا بافتش رو شروع کنیم. همینطور که این بافت پر طاووسی ما اینجا کامل میشه، یک بافت پر طاووسی جدید اینجا باید بافته بشه. حالا بین این طرح آخر و طرح اول که ما بافتو شروع کردیم، این قسمت هم باید از این زنجیره ها باشه. بعد از اینکه این قسمت این دسته آخر پایه بلندای 5 تایی رو بافتم، روی پایه وسط از این پایه بلندا پایه کوتاه میزنم، 2 تا زنجیره نخو میندازم پشت قلاب و توی این قسمتی که من ابتدا رج شروع کرده بودم، این قسمت یک پایه بلند میزنم. علاوه بر این که بست میخوره بین بافتم، این زنجیره های 5 تایی بین 2 تا تر هم اینجا بافتش کامل میشه. خب گفتم اینجا باید ما یک بافت جدید پر طاووسی رو ببینید اینجا شروع کنیم. از این قسمت ما این قسمت ابتدا 5 تا پایه بلند زده بودیم، حالا این قسمت هم این بافت تکرار میشه. میخوایم اینجا ابتدای طرح پر طاووسمون رو بزنیم. بافتین با 3 تا زنجیره شروع کردم، 4 تا پایه بلند کنارش به این شکل. ابتدای بافت 5 تا پایه بلند دارم، 1 2 3 تا زنجیره میزنم. حالا رسیدیم به این قسمت. روی این دسته اول از این 5 تا پایه بلند، روی پایه سوم پایه کوتاه میزنیم به این شکل. نخو میندازم پشت قلاب. ببینید بین این دسته های 5 تایی و این دسته های 5 تایی این پایه کوتاه وسط، توی این پایه کوتاه وسط 5 تا پایه بلند میبافم. 2 3 4 و 5 به این شکل. الان روی این دسته 5 تایی روی پایه سوم 1 2 3 بالای باف پایه کوتاه، باز توی این وسط روی پایه کوتاه 5 تا پایه بلند میزنم. 2 3 4 و 5. روی دسته بعدی روی پایه وسط پایه کوتاه و باز روی این پایه کوتاه 5 تا پایه بلند میزنم. 3 4 5 روی این دسته پایه وسط پایه کوتاه و در انتها باز این قسمت هم در واقع ما داریم روی پایه کوتاه ها بافتای پایه بلند میزنیم و روی پایه وسط از پایه بلندا پایه کوتاه، جای بافت ما عوض میشه به این شکل. ببینید
توی رج قبل 5 تا از این دسته ها داشتیم، توی این رج 1 2 3 و 4 تا. خب الان رسیدیم به این 5 تا زنجیره زیر بغل. توی این قسمت 3 تا زنجیره میزنم و اینجا برای زیر بغل توی این قسمت 5 تا پای بلند میزنم که زیر بغل باز یک طرح پرتوبوسی جدید برای گشادتر شدن لباسمون میبافیم. 3 4 و 5 3 تا زنجیره میزنم و میریم توی این قسمت. توی این قسمت هم بافت تکرار میشه. روی این دسته 5 تای اول پای کوتاه و این پای کوتاه بین این دو تا دسته 5 تا پای بلند میبافم و به این ترتیب تا انتها این بافت ما ادامه داره. خب این رج هم تا انتها بافتم. ببینید رج قبل از این دسته های 5 تایی 5 تا دسته داشتیم، توی این رج 1 2 3 و 4 تا رج و فاصله بین هر کدوم از این بافت های پرتوبوس 5 تا پای بلند که میخوایم اینجا یه طرح جدید پرتوبوس رو باز کنیم. خب به انتهای رج که رسیدیم 1 2 3 تا زنجیره میزنیم و روی سومین زنجیره از پایه اول بست میزنیم به این شکل. خب از اینجا دیگه باید بافت ما شروع بشه. توی این قسمت 1 2 3 3 تا زنجیره میزنم، 2 تا پای بلند کنارش 1 2 به این شکل 1 2 3 تا زنجیره میزنم و باز روی پایه آخر 3 تا پای بلند 1 2 و 3 1 2 3 3 تا زنجیره میزنم. ببینید از این قسمت اینجا داره بافت من بافتش تکرار میشه. خب توی رج قبلی ما 4 تا دسته از این بافتای 5 تایی داشتیم، توی این رج یک دسته از تعداد دسته ها کم میشه. 3 تا زنجیر که زدیم روی دسته اول روی پایه وسط پایه کوتاه میزنم و الان این پایه کوتاه وسط بین این دو تا دسته های 5 تایی رو میبافم. 1 2 3 4 و 5 روی پایه وسط پایه کوتاه میزنم و باز این وسط روی پایه کوتاه توی این قسمت یک دسته 5 تایی میزنم. ببینید روی پایه کوتاه ها دسته های 5 تایی زدم و وسط این دسته های 5 تایی پایه کوتاه. خب توی این رج ببینید برای من 1 2 3 تا از این دسته های 5 تایی داریم. توی هر رج یک دسته از تعداد دسته های ما کم میشه. خب به این قسمت که رسیدیم ببینید این قسمت زیر بغل هست. 3 تا زنجیره رو میزنم 1 2 3 و روی این 5 تا زنجیره روی پایه اول 1 2 3 تا پایه بلند 3 تا زنجیره و روی پایه آخر هم 3 تا پایه بلند میبافم. 1 2 و 3 1 2 3 تا زنجیره و این بافت رو تکرار میکنم. این بافت این قسمت رو تکرار میکنم و تا انتها ادامهش میدم. خب این رجم تا انتها بافتم. ببینید این قسمت روی طرح پرتوبوسمون توی این رج 3 تا از این دسته های 5 تایی داریم. فاصله بینشون هم که این بافت هست. ببینید این ابتدای بافت طرح پرتوبوس هست که ما اینجا شروع کرده بودیم. الان داره اینجا شروع میشه. خب انتهای رج که رسیدیم باز 3 تا زنجیره اینجا میزنیم و روی پایه اول بست میزنیم به این شکل. خب بافت رو انتقال میدیم روی پایه دوم، یعنی پایه وسط. توی این پایه وسط کارمو با 3 تا زنجیره شروع میکنم و 4 تا پایه بلند دیگه کنارش. توی این قسمت الان باید 5 تا پایه بلند بزنم به این شکل. 1 2
3 تا زنجیره میزنم این قسمت وسط. اینجا دیگه بافت ما تکرار هست. باز 3 تا زنجیره و روی پایه وسط از این قسمت 5 تا پایه بلند میبافم. 3 4 و 5 به این شکل. 3 تا زنجیره 1 2 3. دوستان اینجا اگر احساس کردین که بافت شما تنگ میشه میتونید این قسمت تعداد زنجیره ها اضافه کنید. مثلا 5 تا زنجیره بزنید. خب زنجیره ها رو که زدیم باز میرسیم به این قسمت. باز این روی پایه اول یک دسته 5 تایی اول روی پایه وسط پایه کوتاه میزنم، نخو میندازم پشت قلاب. ببینید بین این دو تا دسته روی این پایه کوتاه وسط 5 تا پایه بلند میبافم. 3 4 و 5 روی دسته 5 تایی بعدی روی پایه سوم پایه کوتاه و باز این قسمت 5 تا پایه بلند. توی این رج این دسته های 5 تایی 2 تا باید داشته باشیم. گفتن که توی هر رج از تعداد دسته های 5 تایی ما کم میشه. به این شکل ببینید اول 5 تا داشتیم، 4 تا، 3 رج، ببخشید 3 تا دسته و الان 2 تا و میرسیم به این قسمت که باید بافت رو تکرار کنیم. گفتم اگر این قسمت احساس کردین که لباس شما داره تنگ میشه تعداد زنجیره ها رو بیشتر کنید. روی پایه وسط 5 تا پایه بلند میزنیم، 3 تا زنجیره به این قسمت پایه کوتاه با 3 تا زنجیره و روی پایه وسط از این قسمت هم 5 تا پایه بلند میزنیم و تا انتها این بافت و این رج به این شکل تکرار میشه. خب به انتهای رج رسیدم. ببینید توی این رج از این دسته های 5 تایی 2 تا دارم. به انتهای رج که رسیدم زنجیره هامو میزنم و روی پایه اول بست میزنم به این شکل. خب توی این قسمت که دیگه بافت ما تکرار هست بافت رو انتقال میدم به پایه سوم. این قسمت بافت رو با 3 تا زنجیره شروع میکنم، 4 تا پایه بلند کنارش، به این شکل که روی پایه های 5 تایی زدم. 3 تا زنجیره میزنم توی این قسمت پایه کوتاه 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم پایه کوتاه 1 2 3 و روی پایه سوم این قسمت باز 5 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4. گفتم اگر که احساس کردین بافت شما داره تنگ میشه تعداد زنجیره ها رو این قسمت بیشتر کنید. خب رسیدیم به این قسمت. روی دسته اول روی پایه وسط پایه کوتاه میزنم و اینجا روی این پایه کوتاه وسط یک دسته 5 تایی باز اینجا میزنم. توی این رد دسته های 5 تایی ما دیگه یک دسته میافته و 5 و روی دسته بعدی روی پایه وسط پایه کوتاه به این شکل. این طرح پر طاووسی ما اینجا بافتش کامل شد دیگه. خب باز اینجا تعداد زنجیره هایی رو که میزدم میبافم و دسته های 5 تایی رو تکرار میکنم شبیه این قسمت و تا انتها این رج رو میبافم. خب این رجم تا انتها بافتم. ببینید طرح پر طاووس ما توی این رج کامل شد. توی هر قسمت یک دسته از این پایه های 5 تایی داشتیم. به انتهای رج که رسیدیم روی پایه اول بست میزنم، زنجیره های فاصله رو میبافم و این قسمت روی پایه اول بست میزنم. بافت رو انتقال میدم روی پایه سوم. باز ببینید اینجا دیگه بافت این پر طاووس ما بافتش کامل شد و اینجا ما داریم یه طرح پر طاووس جدید میبافیم. خب توی این قسمت دیگه بافت ما تکرار هست. این پایه های 5 تایی رو این قسمت میبافم. 3
و این هم پایه پنجم. 1 2 اینجا دیگه زنجیره این نمیزنیم، 1 زنجیره میزنم. میخوام این قسمت این پایه های دوبلو ببافم. پایه های 5 تایی رو که زدم نخ دوبار میندازم پشت قلاب و 9 تا پایه دوبل این قسمت میبافم. خب 9 تا پایه دوبل رو بافتم، چون تکرار بود من به طور کامل نشون ندادم. ببینید 5 تا پایه دوبل رو بافتم، 1 زنجیره روی این دسته های 5 تایی، 5 تا پایه بلند رو زدم. این قسمت زنجیره های این قسمت فاصله رو زدن که من 5 تا زدم و الان رسیدیم روی این قسمت طرح پر طاووس. روی این پایه صدفی پایه اول 1 پایه کوتاه میزنم، 1 2 3 4 5 تا زنجیره و روی پایه بعدی باز 1 پایه کوتاه. ببینید یه حلقه به من داده، باز 5 تا زنجیره، پایه بعدی باز 5 تا زنجیره و پایه آخر. ببینید 1 2 3 تا حلقه روی این قسمت ما باید داشته باشیم. خب این قسمت 5 تا زنجیره فاصله رو میزنم و این قسمت روی پایه 5 تایی میزنم و توی این قسمت 9 تا پایه دوبل میزنم و تا انتها این بافت هم بافتش تکرار میشه. خب این رجم تا انتها بافتیم. ببینید این بافت پر طاووسی ما اینجا بافتش کامل شده. الان توی این قسمت ما داریم یه طرح پر طاووسی جدید میزنیم. خب به انتهای رج که رسیدم توی این قسمت روی پایه اول بست میزنم، به این شکل بافت انتقال میدم روی پایه سوم، یه بست میزنم. توی این قسمت پایه های 5 تایی رو میبافم. این قسمت دیگه بافتش تکرار هست، 3 4 و 5. الان روی این 9 تا پایه دوبلمون هر کدوم 1 پایه دوبل میزنیم، 1 با 1 زنجیره، پایه دوم پایه دوبل، دوبار نخ میپیشیم دور قلاب و این پایه دوبلمون رو میبافیم، 1 زنجیره و تا انتها این پایه دوبلمون رو میبافیم. روی این قسمت روی پایه وسط پایه های 5 تاییمون رو میزنیم و این قسمت زنجیره های فاصله رو میبافیم. گفتن که اگر احساس کردین که این قسمت لباس شما داره تنگ میشه تعداد زنجیره ها رو اضافه کنید. اگر احساس کردین که لباس شما حالت گشاد به خودش میگیره میتونید تعداد زنجیره ها رو کم کنید. خب شما تا این قسمت ببافین. خب الان رسیدیم به این حلقه هایی که روی این قسمت بافته بودیم. توی این قسمت بعد از اینکه این پایه های 5 تاییمون رو بافتیم 5 تا زنجیره میزنم و توی حلقه اول پایه کوتاه باز 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. توی حلقه بعدی پایه کوتاه 1 2 3 4 5 تا زنجیره و توی حلقه بعدی پایه کوتاه میزنم، 3 4 زنجیره های فاصله رو میزنم و این بافت این قسمت بافتش تکرار میکنم به این شکل. حالا ببینید این قسمت که ما داریم بافت پر طاووسیمون رو کامل میکنیم. توی این قسمت باز یک فضا باز میشه برای بافت یک پر طاووسی دیگه. این رجم تا انتها میبافیم تا برسیم به ابتدای رج. خب من این رجم تا انتها بافتم. ببینید به این شکل کم کم دیگه یه خورده داره شکل لباس به خودش بگیره. به این قسمت که رسیدید دیگه از این به بعد بافت ما تکرار هست. دوربین رو بیارم جلوتر. به این شکل روی پایه اول بست میزنید، به این شکل بافت رو انتقال میدیم به پایه وسط،
یک زنجیره این قسمت یک پایه کوتاه میزنیم و روی این پایه های دوبلمون پایه های صدفی میزنیم، یعنی 5 تا پایه بلند، 4 و 5. روی پایه بعدی پایه کوتاه. حالا این بافت دیگه تکرار هست. خب ما باید روی این پایه دوبلمون 5 تا از این پایه های صدفی ببافیم، شبیه این قسمت. خب این 5 تا پایه صدفی رو بافتیم روی پایه های دوبلمون. روی پایه سوم از این قسمت پایه کوتاه میزنیم، 1 2 3 تا زنجیره میزنیم. گفتم که اگر احساس کردین این قسمت دارین تعداد زنجیره ها رو زیاد میزنین و لباس شما گشاد میشه، از تعداد زنجیره ها کم کنین. خب 3 تا زنجیره زدم روی این قسمت. ببینید این قسمت پایه کوتاه به این شکل، 1 2 3 4 5 تا زنجیره و توی حلقه بعدی پایه کوتاه، 1 2 3 تا زنجیره و روی این پایه های صدفی این قسمت پایه کوتاه میزنم. ببینید به این شکل. حالا اینجا این قسمت توی این حلقه برای رج بعد ما یک بافت پرتوبوسی جدید رو این قسمت باز میکنیم. ببینید همینطور که این قسمت داره بافت پرتوبوسی ما بافتش تکمیل میشه. توی این قسمت داره یه بافت جدید باز میشه برای بافت پرتوبوسی. خب دیگه از این به بعد دیگه بافت دیگه تکرار هست. شما این بافت رو اینقدر بافتش تکرار میکنید تا به اون بلندی لباستون برسید. واقعا خسته نباشید. امیدوارم که از آموزش راضی باشین، ببافین و از بافتش لذت ببرین. خب برای قسمت آستین هم اگر خواستین که آستین برای شما بلندتر باشه، این بافت پرتوبوسی رو روی آستین هم بافتش تکرار میکنید تا به اون اندازه مورد نظرتون برسین و آستین شما بلندتر باشه. خب دیگه حرف خاصی نیست. اگر که حین بافت با مشکل مواجه شدین حتما برام کامنت بذارین، با کمال میل پاسخگوی سوالات شما هستم. تا یه آموزش دیگه همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.